موضوع حتما خیر خطونه نمره در روی اکران بگذارین. موضوع را خواهش میکنیم با دقت تماشا کنین. خیلی و خیلی ضرور است. شخصانی که با دست خودشون حرام میکنن اگر عیبم شود سوخه میگن بعضی انسان ها. خیلی برای زن ها جایز نیست تماشا کردن این ویدیو. خوبش تماشاش نکنین. اینها با چه کسلی ها مبدل میگردن تماشا بکنین. یکم انسان عرق بسیار میکند. یکم عرق بسیار میکند و دوم موی سر انسان میریزونه. موی سر انسان میریزونه و سیوم انسان استخوانش ملایم میکنه و به هر کسلی ها مبدل میگردونه و چهارم انسان به حد غم و اندوه را در سرش میاره. یعنی که شما اهمیت بدین وقتی که با همین کار کردین بسیار غمگین میشوین، عصبی میشوین، فکر زندگی را دستتون آوردن میگیرد، ای حیات دلتون خنک میشوه و بسیار انسان عصبانی میکنه، عصبیش بسیار میکنه و بسیار انسان خراب میکنه. انسان خیلی خراب میکنه و نور چشم انسان میگیره. نور چشم انسان میگیره و انسانی که میگه در جوانی بسیار با همین کار اگر مبدل گشت تا 40 سالگی با همسر خواب کرده میتوند. بعد این با همسر خود خواب کردن خیلی برای او دشوار میشود و خیلی عذاب میکشه. با همین چهره انسان نورش ایروش میگیره، نور انسان ایروش میگیره و باز در ستون مهره انسان ضرر داره. انسان میان درد میکنه و ستون مهره دم خیلی معیب میاره و بعضی دکترها میگویند که انسان ها اگر بسیار به همین مبدل گشت به پراستاتیت هم میافتد. یعنی که پراستاتیت میشود و رگ مردینگی را معیوب میکنه. رگ مردینگی که انسان دارد همون هم معیوب میکنه و گوش ها را نور کر میکنه. گوش ها را کر میکنه و قاق کردن رگ ها است. رگ های بدن انسان قاق میکنه. همین رگی که در بدن داره آهسته آهسته همین قاق میکنه و عمر انسان کوتاه میکنه و انسان بسیار فراموش خاطر میکنه. یک چیز در جا میمونی دیگه فراموش میکنی که در جمله یک چیز از یاد کردن نمیتونی. ایروی فراموش خاطره و انسان دست پاش لرزه میداره. این هم کسلی است که انسان کم تر سن سالش رفتن دیگه دست پاش هم خیلی لرزیدن میگیره. ای همین سببی که انسانی که با دست خودش حرام میکنه ای همین سبب است و تنگ نفس انسان پس میکنه. نفسش انسان میگیره زوب. یعنی که مثل زوب میکنه. انسان خیلی ضررهای کلان دارد. این ضررهایی که گفتم تو نه این ضررهای طبی بود. علمی طب گفته. انا که اسلام ما چی میگه؟ اسلام ما چی میگه؟ با دقت تماشا کنین. یکم رزق انسان کم میکنه. حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که انسانی که میگه اگر با همین خودش مبدل کرد روز قیامت دستش حامله دار میشود و مردم میفهمند که در دنیا با همین کار مبدل به شرمنده در روز قیامت میشود. بعد سیوم میگه که انسانی که با همین کار دست میزنه در لعنت الله گرفتار است. شیطان هم الله لعنت کرد کافر شد. ما و شما هم که لعنت کنیم چی میشیم؟ خودتون که فهمیدین. همین سبب نگاه که سه حالتی که در اسلام خیلی وزنین است برای انسان. از رحمت الله دور میمونی، در لعنت الله گرفتار میشوی و بسیار ضررها داره به جسم انسان. این قدر من 20 تا که به شما رساندم این 20 ضرر برای شما بود که این قدر ضررهایی که همین خوبه برای خودمون میگیریم و خراب میشه، استخوان در میشه، رگ ها تقاق میکنه، عصبیت میکنه، عمر کوتاه میکنه، فراموش خاطری میشوی. این قدر حالت هایی که برای ما هسته همگی انا همین از سبب همین چی هست با دست خودمون حرام میکنیم. بعضی ها سوخه میگویند با زبان روسی از والله علم نمیدونن همین خیلی میگویند. بسیاری انسان ها نمیفهمند با دست خود حرام کردن چیست. همین سبب برادران عزیز خود رو از این خیلی دور کنین که ضررهای سخت داره برای شما و رزقتون هم کم میکنه و بی‌برارش کار داره برای شما. یگونجا کار میکنین کارتون برار نمیگیره، بسیار کیدتون میکنن. ای سبب نمی خیلی کارو شخصی که با دست خودش حرام میکنه. اگر که انسان میگه نمیتونه روزه بگیره، پیامبر صلی الله علیه و گفت روزه بگیره. اگر قوا داشته باشد زودتر است که زن بگیره. ما و شما باید حرکت کنیم هرچی زودتر زن بگیریم که به همین حالت ها دچار نشویم. این نفس انسان تا درجه های انسان میبرد که ما پناه بطلبیم باید از این چیز. ما همیشه نمازهامون نخونیم، روزه بگیریم، دعا بکنیم ان شاء الله که ما را خداوند از همین درد، از همین کار بدی هست که همین ما را دور بکنه. از همه همچون برادر خواهش کرده می شود. این سخن‌هایی که گفتم همش برای فایده شما هست. خواهش میکنم اگر به خاطر الله همین ویدیو را بگیرین، الا خودی حاضر در ایمو، واتساپ، ادنا کلاسیک همه سایت را پخش کنین که
اگر خواهین برای خودتون دوست داشتین همین خودتون یک چیز فهمیدین بگذار همین برادران ما اگر یک انسان از روی شما همین چیزا ترک نه الله شاید شما میدونید چقدر اجری زیاد میگیره ثواب خیلی بلند میگیرین خودی حاضر همین پهن کنین در همه سایت ها پهنش کنین خو ایمو واتساپ دیگه سایت ها همه جدا ان شاء الله پهنش کنین که برادران ما از همین کارها خشونه کنار بگیرن و برادران عزیز حتما در شبکه ما ابونه شوین و لایک رو زیر نمایین که همین ویدیو بگذار حداقل پهن شه به مردم و باقی در امان الله باشین و خیر خودتون حتما و این دو پا بگذارین و بسیار حالت های می شود که ما سوم نداریم به همین برادرها کمک کرده ان شاء الله که از همه اپا خواهش میکنیم که اگر راضی باشین شما ما همین قدر سومی مثلا 10000 15000 همین را بگیریم با یگم دو برادری هستن خیلی اونها هم مشکلی ده هستن و آنها روان کنیم خیر بکن که بگم بکن خیره که در گرمای محشر سایبان گردد گرمای محشر چیست خودتون میدونید در ویدیوهامون چند بار گفتگی هستیم برای همقدر خواهیم که برای ما این خیلی و خیلی انشاءالله که برای ما فایده و چی دارد خیلی ثواب دارد ما کردیم برای جون خودمون کردیم هر چیزی که میکنیم او سومی ما کم نمیشود هست انسان هایی که بیزنس میکنیم بازار سودا میکنیم بسیار شما سومی شما انشاءالله که زیاد میشود باز هم تجارتون یعنی که چی افزایش مییابه حتما چقدر که میتوانین 1000 سوم از 5000 از 10000 از 500 سوم از چند سوم که میتوانین روان کنین ان شاء الله با این اپا کمک خونه برسونیم باقی در امان الله باشین از این در ویدیوهای بهترین انتظار شوین باقی در امان الله